درود بر شما. کوروش هستم و قراره امروز یه راز فوق‌العاده رو با هم دیگه کشف کنیم. رازی که اگه بهش عمل کنید مطمئن باشید زندگیتون تا 1 سال دیگه اصلا شبیه به امروز نخواهد بود. تا حالا به این فکر کردید که چرا بعضی از افراد ناگهانا یک شبه موفق میشن؟ راستش رو بخواید هیچی یک شبه اتفاق نمیفته. موفقیت یک شبه یک افسانه است. پشت هر موفقیت به ظاهر ناگهانی سالها تلاش کوچک و پیوسته خوابیده و این دقیقا چیزی است که کتاب اثر مرکب به ما یاد میده. بخش اول، اثر مرکب دقیقاً چیست؟ خیلی ساده بگم اثر مرکب یعنی گرفتن نتایج بزرگ از طریق انتخاب‌های کوچیک و هوشمندانه و به ظاهر ناچیز که به طور پیوسته و در طول زمان تکرار میشن. گزینه اول، امروز یک سیب زمینی سرخ کرده بخورید. گزینه دوم، امروز یک سیب تازه بخورید. به نظر میرسه تفاوت این دو انتخاب در یک روز کاملا بی اهمیت است، نه؟ اما حالا این انتخاب را در 365 روز سال تکرار کنید. اثر مرکب این انتخاب کوچک می تواند به اندازه 5 کیلوگرم کاهش یا افزایش وزن در سال باشد. بخش دوم، 3 عنصر کلیدی اثر مرکب. برای بکارگیری اثر مرکب باید 3 جزء اصلی آن را درک کنیم. 1. انتخاب‌ها. هر لحظه از زندگی ما حاصل انتخاب‌های کوچک و بزرگی است که در گذشته انجام داده‌ایم. از انتخاب غذایی که می‌خوریم تا انتخاب اینکه صبح زود بیدار شیم یا نه. اثر مرکب به ما میگوید موفقیت حاصل انتخاب‌های درست و پیوسته است، نه استعداد ذاتی یا شانس. دوستان من، ممنونم که وقت با ارزشتون رو در اختیار من گذاشتید تا براتون از اثر مرکب بگم. امیدوارم که ازش بتونید در زندگی روزمره استفاده بکنید. خواهش میکنم لایک و سابسکرایب فراموش نشه و نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید.